شما شنونده بولتن هفتگی جمعیت حقوق بشر آذربایجان ارک هستید. با مروری بر مهمترین رویدادهای حقوق بشری آذربایجان ایران در هفته‌ای که گذشت همراه ما باشید. خانم ژاله تبریزی، مدیر جمعیت حقوق بشر آذربایجان ارک، از هموطنانمان که در اعتراضات اخیر عزیزانشان را از دست داده یا دستگیر شده و یا هیچ خبری از آنها ندارند، خواست که اطلاعات این عزیزان را به جمعیت حقوق بشر آذربایجان ارک برسانند تا بتوانند این اطلاعات را به کمیته حقیقتیاب سازمان ملل ارائه دهند. اسامی بازداشت شدگانی که اخیراً به دستمان رسیده است: علی کرمی، شهروند آذربایجانی در تهران; محمد سعید قاسمی، نوجوان 17 ساله در زنجان; رمضان حصاری، گزارش حاکی از ضرب و شتم و انتقال وی به زندان بجنورد دارد; اسکندر عسکری، مدیر و مدرس آموزشگاه موسیقی در زنجان; دیاکو رجبی و سلیم رادمهری; آرمین منصرف، دانشجوی اقتصاد در سردشت; ارشیا ایرانی، جوان 22 ساله آذربایجانی در تبریز; سید فاضل میرسادگی و غلام نجفی، بازداشت شدگان در تارم; سروش ضحاکان، دانشجوی اقتصاد دانشگاه تبریز; میلاد صبری، بازداشت شده در اردبیل; پیمان کشاورز; مهتاب صالحی، دانشجوی دانشگاه تبریز; حسن حسن‌زاده، هنرمند تئاتر در تبریز; سحند طاهری، دانشجوی دانشگاه هنر تبریز; امیر حسین محمدی، دانشگاه هنر تبریز; علی ابراهیمی، دانشجوی دانشگاه تبریز; میلاد صبری، بازداشت شده در اردبیل و صدها تن دیگر که خبری از وضعیت و محل نگهداریشان نمی باشد. جمعی از دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه هنر اسلامی تبریز با انتشار بیانیه‌ای نسبت به بازداشت و تداوم بیخبری از وضعیت 5 تن از دانشجویان این دانشگاه ابراز نگرانی کردند. اسامی بازداشت شدگان: احمد رضا افشاری نژاد، سحند عباسنیان، محمدزاده، علی اصغر عبادی و امیر حسین محمدی. به نقل از کانال هنر مشترک، امضا کنندگان بیانیه تاکید کردند که ادامه بی اطلاعی از سرنوشت این دانشجویان موجب افزایش نگرانی در میان جامعه دانشگاهی و ایجاد فضای ناامن در محیط آموزشی شده است. اجرای حکم زندان خبرنگار جواد آقاجان نژاد در پی شکایت شهردار تبریز به دلیل فعالیت حرفه‌ایش.